سلام به موبکسی دوست داشتنی، من امیر گیمر هستم. امروز اومدم با عالی‌ترین ترفند برای بالا بردن سرعت اجرای برنامه‌ها که از زیاد ازشون استفاده میکنید رو بهتون آموزش بدم. کافیه روی اون برنامه که میخواین راست کلیک کرده و گزینه پروپرتیز رو میزنید. بعد اینکه زدید یه دونه شورتکات کی ایجاد میشه. مثلا من اینجا کنترل آلت یه دونه حروف ایجاد میکنید. یه دونه حروف که ایجاد کردید، مثلا من اینجا حروف یو رو انتخاب کردم، یه دونه شورتکات ایجاد شده. کافی نیست شما کنترل آلت رو اینجا بنویسید، فقط کافی یه دونه حروف بزنید و تمام دیگه. مثلا شما بزنید تی ام که زدین اپلای و گزینه اوکی رو میزنین و استفاده میکنین دیگه. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.